انسان درویه، انسان منافق، خواه ناخواه چقدر که آن چیزی که در قلبش دارد، آن چیزی که در درون دلش دارد، خواه ناخواه روز میباید که همان درویگیش کشف می شود، آشکار می شود. زیرا اینکه شخص منافق نمیتواند که تمام حیاتش همون نفاق، همون درویگی که دارد در درون دلش پنهان باقی گذارد. قصه که امروز انشاءالله صحبت میکنیم در جنگ بنی المصطلق شده بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلام پس از جنگ وقتی برمیگشتند، صحابه بسیار خسته شده بودند و همچنین تشنه هم شده بودند و در نزد یک چاه رفتند و از همون چاه آب گرفتنی، آب نوشیدنی شدند و یکی از صحابه ها که نامش جهجاه ابن سعید بود، در نزد همون آب با یکی از دیگر صحابه ها گپش میگریزند. آنها ناگپی میشوند و او باشد میگوید که ای معشر انصار بیایید مرا کمک کنید. این باشد میگوید که ای معشر مهاجران بیایید مرا چیکار کنید، کمک کنید، مرا زده ایستادند. و در همین جا کمتر کشمکش میشود، خراشمه میشود، جنگ و خراشمه میشود. ولی صحابه ها که ایمان قلب آنها را فرا گرفته بود، آنها بین هم جدا میکنند و صلح بین آنها به تیزی صلح میشود. اما چنانه که گفتیم شخص درویه، شخص منافق از این فرصت ها، از این حالت ها سوء استفاده میبرد. در همین حالت، در همین لحظه سردار منافقان مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول همراه اطرافیانش نشسته بود و گفت که دیدید، گفت من شما اهل مکه را، همون یک چند کمبغل و بیچاره و بینوا را به مدینه، به شهرتان راه دادید، جای دادید، طعام دادید. آنها امروز چیکار کردند؟ چنانه که عرب میگویند، گفت چنانه که عرب میگوید سمن کلبک یأکلک، سگت را فربه کن پگاه خسته از پایت میگزد. همین سخن را گفت و نعوذ بالله خودش که انسان پست صفت بود، انسان درویه منافق بود، این سخن را در حق کی گفت؟ در حق صحابه ها گفت، در حق مهاجرین گفت. آنها را نعوذ بالله با سگ برابر کرد و همچنین سخنهای خیلی قبیح در حق رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که لیخرجن الاعز منها الاذل. گفت که پگاه که ما وقت به مدینه برمیگردیم، شخصی به عزت و آبرومند خودش را در نظر دارد، از مدینه آنی که خار و ذلیل و پست است آن را بدرغه میکند، برآورده پیش میکند. گفت این سخنها که طول چند سال در دلش کینه و بغض و عداوت و بدبینی نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلام و نسبت صحابه های کرام در دلش که بود، در همین لحظه دیگر انسان منافق درویه در موقف ها، در همین حالت ها چی می شود؟ آشکار می شود. همین لحظه یکی از صحابه ها که همونجا با نام زید ابن ارقم رضی الله عنه خیلی جوان بودند، در نزد او بودند و این سخنهای بدی او را شنیدند و در حال گفتند که فهمیدند، مقصد او را فهمیدند، این سخنهای بدش را فهمیدند و گفتند که بلکه تو هستی خار و ذلیل و پست صفت، تو هستی و رسول الله صلی الله علیه و سلام عزیز هستند. و این سخنهای منافق را گرفتند و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام رسانیدند. گفتند فلانی عبدالله ابن ابی ابن سلول در حق شما چنین و چنین سخنهای بد را روا دید و گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلام غمگین شدند و عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی این مشمش و این سخنها و آن گپی که گفت، آن سخنهای بدش به گوش پیامبر صلی الله علیه و سلام رسیده است، در حال به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلام با همون چاپلوسایی که یک چند نفرهایی که او را چاپلوسی میکردند، خوشامدگویی و پیشامدگویی میکردند، همراه آنها آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند آیا تو همین سخنها را گفتی؟
منافق چی میگوید؟ منافق قسم‌های غلیظ خود گفت والله بالله تالله من نگفتم، بلکه او دروغ میگوید. و آن چاپلوس ها سخن او را تصدیق کردند و گفتند که یا رسول الله و جوان است، نمیفهمد، از خودش بافته ایستاده است، شاید سخن این را خطا فهمیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ تصدیق کردند منافقا را، زیرا اینکه آنها قسم‌های غلیظ خوردند. و زید ابن ارقم وقتی او را به دروغگو اعلام کردند و به دروغگو نام او را برآوردند، بیچاره غمگین شدند. وقتی به مدینه برگشتند، الله تعالی این لحظه سوره منافقین را نازل کرد و هر آن کینه و هر صفت‌های بدی که آنها دارند آن را الله تعالی آشکار و واضح بیان کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این لحظه بود که زید ابن ارقم را دعوت کردند و گفتند که ببین الله تعالی تو را تصدیق کرد و سخنان تو را تصدیق کرد و آن منافق و آن دروغگویی که آمده سخنهای دروغ و قسمهای بر دروغ خورده در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقی کرده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم همه اش را آن آیات هایی که در حق آنها نازل شده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم تلاوت کردند. بله، یکی از صفات هایی که الله تعالی در آنجا ذکر میکند، الله تعالی میگه یحسبون کل صیحة علیهم. شخص درویه، شخص منافق هر سخنی که گفته می شود در حال بر ضد خودش قبول میکنه. بسیار منافقای میبینی که همیشه یگان چی میگویی مقصدی تو همون نفر نیست شاید، اما او که منافق است، او که در دلش نسبت اهل ایمان بدبینی کینه داره، چیکار میکنه؟ همون سخن تو را بر ضد خودش، بر مقابل خودش قبول میکند، گویا تو بر ضد او گپ زده ایستاده باشه. و چنانه که گفتیم که صفت منافقا از فرصت استفاده برده بین مردم فتنه میکنند و جنگ و عداوت را برمیخیزانند، اهل ایمان عکس همان هستند. آنها چیکار میکنند؟ بین آنها اختلاف میشود، بین همه انسان ها چقدر که ایمان آنها پرقوت هم که باشد بین آنها اختلاف میشود. ببینید بین ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عمر ابن خطاب رضی الله عنهم اجمعین خلاف میشد. یک روز بین آنها خلاف شد و ابوبکر گفتند من خطا کردم و عذر پرسیدند از عمر رضی الله عنه، اما عمر عذر ابوبکر را قبول نکرده، در حالت مقصد خشمگین بودند، عذر دوستشان ابوبکر را قبول نکرده رفتند. این لحظه بود که ابوبکر غمگین شدند، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا رسول الله بین من و دوستم عمر رضی الله عنه همین خیلی کمتر سخنمان بلند شد، وقتی من عذر پرسیدم عمر قبول نکرد. اما عمر ابن خطاب رضی الله عنه وقتی خانهشان برگشتند خیلی پشیمان شدند. در حال نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمدند که گفتند ابوبکر نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته است. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم شتابان رفتند، دیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر نشسته هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار غضب کردند، عمر هم پشیمان شدند، گفتند من عذر میخواهم. وقتی ابوبکر خشمگینی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این مرد است که این ابوبکر صدیق را در نظر، این مرد است که وقتی تمام مردم مرا دروغ شماریدند و تصدیق نکردند این مرا تصدیق کرده بود. وقتی تمام مردم مالشان را از من باز داشتند این مرا با مالش نصرت داد، با جانش نصرت داد. این نفری هست که اولین شخصی که به من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد. آیا شما دوستی مرا برای من میگذارید؟ آیا شما دوستی مرا برای من میگذارید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 بار 3 بار وقتی این سخن را تکرار کردند، ابوبکر صدیق گریه کنان به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده گفتند یا رسول الله انا اظلم، یا رسول الله انا اظلم،
ای پیامبر صلی الله علیه و آله من در اینجا بود که ظلم کرده بودم در حق دوستم عمر رضی الله عنه. این صفت بزرگان است. وقتی بین آنها اختلاف میشد، کبر و غرور و هوا بلندی و یگان چی نمیشود، با صفت انسانیتشان آنها بین آنها خلاف میشود، خصومت میشود، اما آنها در آخر آداب خصومت و آداب دوستی و آن مروتی که بین آنها بود، آنها آن را حفظ کرده میتوانند و در حال هم این طرف و هم این طرف عذرخواهی میکنند و خاکسارانه از دوستش دلیابی میکنند. اما شخص منافق عکس این است. یگان نفر بین آنها واسطه نشد یا عمر رضی الله عنه پایده نشدند که خیر کوچه برایم اگر دیده مانم یگان چی میکنم یا مایلش میگم اگر تولع کند یا این کند، یا ابوبکر هم همین چیز را نکردن، یا چند نفر آمده این التماس و التماس نیست، حتی میانه رو نیست بین آنها. یک لحظه میگذشت پشیمان میشدن. برای چی؟ زیرا اینکه ایمان قلب آنها را فرا گرفته بود. این است صفت اهل ایمان. ضد اهل نفاق است. اهل نفاق که دلشون قلبشون مثل سنگ است، نمیتونه. بین آنها وقتی خصومت میشود و هو اشد الخصام، یکی از صفت منافقا در خصومت سخت گیر است، سخت خصومت میکنه. و همچنین چنانه که در حدیث صحیح آمده است و اذا خاصم فجر، نعوذ بالله، وقتی خصومت میکند و بین یگان نفر دیروز یک لحظه پیش دوستش بود، بین آنها ناگپی میشود، فجر، هر آن چیزی که به زبانش میگوید میگوید، دشنام و سخنهای قبیح و سخنهای پست را برای خودش چیکار میکنن؟ روا میبینه. برای چی؟ زیرا که قلب زنده ندارد، قلبش مرده است، نعوذ بالله. برای همین این دنیا دوستان عزیز نمی ارزد، نمی سزد که ما و شما بین هم خصومت کنیم، صفت اهل نفاق را برای خود داشته باشیم، نعوذ بالله. این دنیا برای اهل ایمان دو روزه دنیا برای دوستی و محبت، برای که زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که الله تعالی روز قیامت در زیر سایه عرشش میگیرد نفری که در این دنیا در راه الله و به خاطر الله دوستی کرده همدیگر را دوست می داشتند. الله تعالی را دعا کنیم که قلب‌های ما و شما را پاک و سالم بگرداند و از کینه و از بدبینی و از بغض و عداوت الله تعالی صاف و بی‌غبار گرداند و از صفات‌های منافقین، از همون نفرهایی که درویه هستند و از فرصت استفاده برده بین مردم فتنه و جنگ و کرشمه و بغض و عداوت را میخیزانند، الله تعالی از قلب ما و شما را پاکیزه بگرداند و از این صفات ها دور بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتون باشد.